آمیرزا گاهی از دست زنش کتک می‌خورد. یادم می‌آید یک روز آمیرزا لب تالار دو زانو نشسته بود. ارتفاع تالار تا سطح حیاط 60-70 سان بیشتر نبود. زن آمیرزا داشت غر می‌زد و گاهی هم به آمیرزا فحش می‌داد و می‌گفت مردی که نتواند نان زن و بچه‌اش را بدهد بهتر است بمیرد. یک مرتبه طوری به پس کله آمیرزا زد که آمیرزا از لبه تالار روی آج و فرش حیاط افتاد. من فهمیدم که اگر مردی نتواند نان زن و بچه‌اش را بدهد از دست زنش کتک می‌خورد. آن هم از دست زن یزدی که در همه ایران معروف است به زن سازگار. زن آمیرزا 2 دستگاه شعربافی داشت. با یکی از دستگاه‌ها خودش پارچه می‌بافت و با دیگری مادر من، یعنی مادر من کارگر چنان آدم فقیری بود. دیگر